آموزش ساخت ساچ بزن دستی با قاشق و چوب. قاشق رو به 2 تکه مساوی تقسیم می‌کنیم. کف قاشق رو سوراخ می‌زنیم، با یه ورق سنباده می‌زنیم. الان چوب رو میاریم، سوراخ ایجاد می‌کنیم داخل چوب. کف قاشق رو که سوراخ کردیم داخل چوب می‌زنیم و با یه میخ یه فنر محکم می‌کنیم که بشه به عنوان ماشه ازش استفاده کنیم. 2 تا سوراخ دیگه 2 طرف دسته قاشق ایجاد می‌کنیم با 2 تا میخ دیگه که میبریم و 2 طرف چوب میذاریم و محکم میکنیم که دیگه ساچممون ماشمون از جاش تکون نخوره. الان میاریم میخا رو سر جاش قرار میدیم، 2 طرف قاشق میذاریم که اینجوری تو یه خط باشه و دیگه تکون نخوره. با چسب قطری هم محکم میکنیم. الان میریم برای قسمتی که سر ساچ بزنمون رو باید تشکیل بدیم. 2 تا سوراخ ایجاد میکنیم، اونجا هم 2 تا میخ میذاریم. به حالت زاویه دار باید داشته باشه که به عنوان نشونه گیری بشه ازش استفاده کرد به این سادگی. تو این مرحله به یک کش تیرکمون نیاز داریم که به 2 طرف میخا ببندیم، با یه بست محکم میکنیم که تکون نخوره از سر جاش. ساچمه رو داخل قسمتی که میخواد شلیک رو انجام بده میذاریم، میکشیم که به میخ اولیمون اتصال پیدا کنه و با حرکت قاشق که همون ماشه بشه شلیک میشه. به همین سادگی. اگه این آموزش رو دوست داشتین ذخیره کنین بفرستید برای دوستانتون. لایک